برنامه صحبت روز. سلام بینندگان عزیز، زکی و هوشمند تلویزیونی بهارستان، پیشنهاد شماست برنامه نوبتی صحبت روز و در برنامه امروزه معاون دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات عبدالفتاح امینوف راجع به جشن جهانی نوروز یک صحبت نوروزی انجام میدهند. خوش آمدید. سلامت باشید. با ما شما معلوم است که نوروز و دامان صحبتی و فراخ است، از دوری‌های دور سرچشمه میگیرد. میخواستیم اکنون رجوع کنید وابسته به این جشن جهانی. مرحبا. خب تشکر زیاد. قبلا فرارسی جشن نوروز بهاری زیبا و بهاری فروخ‌پای را به کل مردم تاجیکستان مخصوصا به بیننده تلویزیونی بهارستان خیر مقدم میگوییم. اکثر مقام بر آن نظرند که نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و پیدایش آن را به نخستین شاه پیشدادیان شاه جمشید نسبت میدهند که در فلسفه اصلی جشن نوروز پیروزی قواهای نیکی بر قواهای بدی است، یا به اصطلاح دیگر پیروزی نور بر ظلمات. یعنی میگویند طبق سرچشمه‌های میفولوژی هم در آثار البقیه ابوریحان بیرونی، هم شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی و هم نوروزنامه حکیم عمر خیام آمده است، میگویند که محض در این روز شاه جمشید بر دیوان غالب آمد و ایشان را به اطاعت خود درآورد و فرمود که برای تخت بیارند از زر، و واقعا تخت هم آراستند از زر و فرمود که او را به هوا برآورند و به قله بلندترین کوه، چون از بالا تمام مردم را یعنی چون در اطاعت او بودند چون بینگرد. وقتی او را برآوردند و در همون ساعت و زمان الکی فرارسی جشن نوروز بود، چون آفتاب به برج بره یا حمل برابر شده بود و سایه آن تخت که چون زرین بود در یگان جا نمودار نشد و جمشید این ساعت را دریافت. فرمود که فهمند چی روز است و چگونه است و نجوم شناسان معین کردند که این الکی برابر شوی شب روز است و بعد این فرمود جشن بیارایند و همین روز را نوروز خواندند. جشن نوروز جشن عادی نیست، جشن طبیعت است. یعنی محض در این ساعت در همین شب و روز الکی برابر شوی شب و روز است که آفتاب را در یک سال دو دوره گردش است و اولین دوره گردشی او برابر می‌آید به همین شب و روز، یعنی آغاز فصل بهار یا بس طبق سرچشمه‌های تاریخی و تقویم باستانی، یعنی ماهی حمل. و بسیار خوب است که در این روز طبیعت احیا می‌گردد، الکی طبیعت از آن قسمتی سردی ها رو به گرمی می‌آورد و در این روز تل و تپه ها دشت و دمن ها از برف آزاد می‌شوند. بله درست قید کردید. و عبارای دیگر هم نیز هست که نوروز رو یا اینکه جشن نوروز رو پیش از ما کودکان و پیران روزگار دیده انتظاری می‌کشیدند. در این مورد چی گفتن هستش؟ خب البته این عقیده ها هم بسیار درست هستند، دقیق هستند، زیرا چنان ما می‌دانیم حیات یک ساله انسان پیش از همه وابستگی دارد از حاصل فراوان مرد دهقان و پیران روزگار دیده محض با همین خاطر انتظاری میکشیدند و دل سرد میشدند یا دلگیر میشدند از سردی های طولانی فصل زمستان، چون زمستان در کوهستان بسیار طولانی بود. مردم همیشه در پی دریافت غذا میشدند و به صبرانه منتظر میشدند که هر چه زودتر بهار برسد و از پی کشت و کار و حاصلی که برای یک سال دیگر ذخیره میشود از پی آن باید باشند. و در نوبت خود طفلکان هم در داخل خانه ها که بسیار سرد بود دلگیر میشدند، چون سرجمی آنها باعث بازی و خوشنودی و دلخوشی آنها است که محض چنین موسم در فصل بهار فرا میرسد. و مژده‌رسان فصل بهار در همه دور و زمان تا امروز پیش از همه کودکان طفلان نیت پاک و قلب پاک هستند. چنانکه که ما میدونیم عنعنه نخستین جشن نوروز که قبل از نوروز فرا میرسد این عنعنه گلگردانی است که ربط دارد به کودکان. خب البته هنوز از قدیم الایام هر کس به خاطر سرجمی یا که به دست آوردن یک موزی معین از پی این یا آن کار می شود و همین کار پیش از همه در کودکان دیده می شود که آنها به خاطر هدیه محض همین شب و روز را منتظر می شدند. حتی وقتی که الکی تل و تپه ها از برف آزاد می شدند آنها کوشش می کردند که گروه در یگان جا جمع آمده هر روز به صحرای همون تل و تپه های نزدیکتر برآمده ببینند که کدام گل های رویده است. و وابسته به منطقه‌های جمهوری ما می‌دونیم که گل‌ها هم گوناگون می‌رویند. در منطقه مثلا در یک قسمت گل سیاه‌گوش است، در دیگر جاها مثلا گل موماج‌قاتک است. یعنی وابسته به فصل سال هر گونه گل‌ها در هر منطقه گوناگون می‌رویند و کودکان همین شب و روز رو منتظر می‌شوند. در روزی مخصوص وقتی که گل‌ها الکی به شکفتن شروع می‌کنند رفته گل رو دسته می‌چینند و فرارسی شام رو منتظر می‌شوند. خب این هم سبب داره، زیرا وقتی که در روزانه است مردم از پی کارهای دیگر، کارهای اداری، کارهای صحرایی بودند، چه در گذشته چه امروز، و وقتی که پس از
خوراکشان می شود مردم هم سرجم در خانه هستند و منتظر همون مژده بهار هستند. آنها در میکوبند، سرودهای گوناگون گلگردانی را میخوانند و صاحبخانه زن یا صاحبخانه مرد در نوبت خود وقتی که مژده بهار را توسط گل‌های دست کودکان توسط عنعنه گلگردانی می‌بیند شکرگزاری می‌کند که پیغام و درد به یک سال دیگر رسید و در نوبت خود حتما هدیه یا دستمزد برای کودکان می‌دهند. البته اون هدیه هم هدیه بسیار گران نبود که کودکان صاحب چیزی شوند، اما اون هم به خاطر یک دلگرمی و سرجمی بود. از بعضی خانه‌ها شیرینی می‌دادند، بعضی خانه‌ها نان می‌دادند، دانگی می‌دادند که کودکان هم در روزی معین که عرفه نوروز است آن همین چیزها را جمع کرده توسط کالری یکی از خانوادگانشان یک غذاهای مخصوص میپختند و در روز نوروز آنها محض از همون درآمد خود دلخوشی میکردند. یعنی ببینید که تمام جنبه یا پهلوهای جشن نوروز، استقبال جشن نوروز پر خصوصیت بشردوستانه، سرجمی و یکدلی دارد. درست قید کردید. واقعا هم یکی از رمزهای اساسی نوروز اگر سومنک باشد دیگر عنعنه این خاص برای کودکان گلگردانی است و درست هم قید کردید که در منطقه مملکت گل‌های گوناگون میروید و از آن استفاده میکنند، خصوصا در منطقه ولایت ختلان مثلا گل سیاوش و با این کودکان خرسند و مسرور میشوند. اکنون میخواستیم که وابسته به دیگر عنعنه و سنت‌های نوروزی آراستن دسترخوان هفسین و هفشین و آماده کردن خوراک‌های خاص جشن نوروز، خاصا همون دلده صحبت کنید که همون دلده رو در منطقه باز هم با نام‌های گوناگون مثلا نام میبرند، گندم کوچه، دلده و دیگر رمزی اساسی این سومنک. میخواستیم وابسته به اینها حرف زده باشید. خب البته تجلیل جشن نوروز، استقبال جشن نوروز در همه دور و زمان توسط عنعنه و اشیاءهای گوناگون رمزی اجرا می‌گردیدند و درست قید کردید که البته امروز به حکم عنعنه در آمده است آراستن خوان نوروزی، حتی سبقت مسابقه بین گروه ها بین مکتب ها می شود در مورد آراستن خوان نوروزی که آنجا هفت سین و هفت شین و بعدتر علاوه هم کردن هفت میم شاید. خب ما زید نیستیم بگذار که باشد، زیرا هر چقدر موافق باورهای مردمی روی خوان فراوان باشد همونقدر سال فراوان می شود. این بسیار خوب است. در مجموع شماره 7 در گذشته و در فرهنگ مردم تاجیک مقدس بود، به خاطر 7 سیاره، 7 اقلیم، 7 برج عثمانی و 7 اختر. عموما 7 در فرهنگ مردم تاجیک بسیار قدیم است که مردم میدانند. در گذشته واقعا در 7 طبق در خوان نوروزی میوه و انواع گوناگون خوردن روی خوان گذاشته میشد، ولی حرف آغازی آنها هیچ امکانیت نداشت که به یک حرف انتخاب شده باشد، یا سین یا شین یا میم یا جیم یا دیگر و دیگر. مهم غذا و دارایی مردم تاجیک در روی خوان گذاشته میشد به خاطر بزرگی مثلا ایزد یکتا و 6 فرشته دربار او بود. البته روی خوان 7 طبق گذاشته میشد که این اصطلاح البته در فرهنگ مردم تاجیک در قبیل با نام شینی بود یا چینی، یعنی شکل ویران شده کلمه چینی است. در 7 طبقی که از چین وارد می‌گردید دوستفالین بود، در داخل همین غذاهای گوناگون می‌آوردند. بعدتر در فرهنگ مردم همین حرف چ در بعضی جا به حرف س برگشت، در بعضی جا به حرف ش که هفت سین و هفت شین را وارد کردند. هنوز از قدیم ما می‌دونیم که خدی سومنک همچون رمز که در آن دو رمز دیده می‌شود. یکم خدی سبزه سومنک به خاطر سرسبزی که احیای طبیعت است. هنوز از دوران قدیم سبزه رویانیده می‌شد، در گوشه‌های مخصوص خانه طبق سبزه سومنک گذاشته میشد به خاطر مثلا شکوفایی و سرسبزی سرزمین که رمزی سبزی دارد. و حتی در دوره ساسانیان هم مشاهده می شود که چون جشن نوروز به حکم بسیار بالا تجلیل می گردید، در ستونهای مخصوص بغیر از سبزه سومنک دیگر انواع دانگی را هم سبز میکردند، اما این به خاطر سبزی بود. و بعدتر رمزی دوم سومنک اینجا شیرینی و سرغذایی آن است. ما میدونیم که در طول زمستان شاید در بعضی خانواده‌ها انواع خوردنی چندان با قوت نبود و مردم بسیار رنگزرد و به حالت میشدند از سردی و از طولانی و از اون به حرکتی که در فصل زمستان بود. و محض در عرفه جشن نوروز از جانب کدبانوان حلوای سومنک پخته میشد که این رمزی بود به خاطر نیرو بخشیدن به جسم انسان و همین عامل ها بودند که نوروز در یگان دور زمان از بین نرفت و آنجا سومنک به خاطر چنانه گفتیم به خاطر سرغذایی، به خاطر رمز شیرینی حیات حتما پخته میشد و به عنوان یک شب پیش از روزی نوروزی اساسی یک شبانه روز با پختن سومنک شروع میکردند. در اونجا روایت های خلقی دایره زنی سرود و عنعنه خاصی نوروزی رو اجرا میکردند که سرودهاش امروز فراوان است که مثلا سومنک مژده رسان است و دیگر سرودهای خلقی در اطراف سومنک هستند. و در مورد کشک هم ما گفتیم که غذای دیگری که رمزی حتما
در فصل نوروز در تمام منطقه‌های تاجیکستان پخته می‌شود. این طعام گندم کوچه یا باج است. خب البته وابسته به طرز تهیه یا پختن کمی تفاوت در منطقه دیده می شود. مثلا در وادی زرافشان مثلا ناحیه عینی این را باج یا کشک میگویند. در منطقه کلوب ولایت خرطوم اون رو به نام دلده میشناسند. در وادی ایسار کلمه گندم کوچه یا آش کوچه است. خب حتی در بعضی ناحیه‌های کشور اون رو به نام دنگیچه هم میشناسند که حتما در داخل دنگیچه باید که کله و پاچه گوسفند همراه شود که اون هم رمزی سرغذایی است. طرز تهیه و آماده کردن این طعام قریب که یک رنگ است. یعنی در اول مردم تمام دانگی‌ها و از همه رمز اساسی اون گندم است در اوغور کوفته اول شسته تازه کرده سپس در اوغور میکوبند اون را از پوستش جدا میکنند و مدتی مدید که از 8 تا 12 ساعت داخل دیگ میجوشانند و اون علاوه دیگر انواع غله‌دان‌ها از قبیل نخود، ماش، لوبیا همراه میکنند و قریب از پختن حتما در داخل اون پیاز خام را هم میده میکنند که بسیار خوشمزه می شود. در داخل اون در بعضی منطقه ها بسا به طعم البته بعضی کبودی هایی که مردم در تابستان گذشته ذخیره کرده بودند اضافه میکنند. خب طعام باج و گندم کوچه خاصی جشن نوروز است که در داخل اون هم به خاطر فراوانی سال سرغذایی حتما پخته می شود و حتما عنعنه بود در گذشته که در مراسم این همین طعام رو مخصوصا در قبل از مراسم جفت براران به خاطر فیض و برکت می پختند و امروز این عنعنه تا امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان رایج است و اونها عنعنه دارند یا مراسم دارند با نام باج ایام و همین در مرکزش همین طعام باج می ایستد، یعنی ایام باج فرا می رسد. پس از خوردن همین باج ایام حتما مردان و پیران روزگار دیده توسط برزگاوها یا گاوهای جفتی خود مراسم جفت براران را اجرا میکنند. تشکر، سلامت باشید. و در منطقه‌های گرم تاجیکستان خصوصا ختلان و ناحیه توبه مرکز علاوه کرده می شود به این طعام علف‌های بهاری که علاقه مثلا این منطقه گرم هستند، علف‌های بهاری هم هست. اکنون وقتی مناسب است که شما وابسته به احیای جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی مملکت سخن گفته باشید. هر یک ملت خلقیت در حالت هویت خود یا که همون جنبه‌های فرهنگی خود را حفظ کرده میتواند که او آزاد باشد، استقلال داشته باشد. خب با شکرگزاری از 30 سال دوران استقلال که ما با همون سنت‌های اجدادی خویش دوباره رو آوردیم. طبیعتاً ما میدونیم که نوروز یکی از جشن‌های قدیم مردم تاجیک بود که در یگان دور زمان از بین نرفت. گرچه نام‌های خود را کم و بیش تغییر داد. مثلا در زمان اتحادیه شوروی اون را با نام سری سال هم قید می‌کردیم. حتی در کوهستان مردم آشی کوچه یا که گندم کوچه می‌پختند یا دیگر نوع طعام‌ها به خانه همسایه تقسیم می‌کردند و می‌گفتند که فرواسی سری سال است. در زمان صاحب استقلالی نخستین کاری که ما کردیم نوروز را احیا کردیم با تشبث و دستگیری به واسطه اساس‌گذاری سلوحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان ما نوروز رو یکمین جشنی بود که در شکل عموم احیا کردیم و زینه به زینه اون رشد کرد. جنبه‌های تحقیق نشده او از جانب علما تحقیق شد. آن عنعنه و آیین‌هایی که در داخل جشن نوروزی به خاطر سرجمعی و اتفاقی، صلح و دوستی، رفاقت و برادری بود از نو احیا کرده زینه به زینه توسط شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده شدند. مردم از نازکی‌های جشن نوروز احیا گردیدند، فهمیدند که در داخل جشن نوروز یگان مناسبت‌های دینی و مذهبی وجود ندارد که کسی با اون ضد برآمده باشد و همین بود که هنوز از سال 2010 که پیشنهاد کرد که نوروز باید که در سطح بین‌المللی تجلیل گردد و ما می‌دونیم که محض با همین عنوان که فرهنگ جهان را دارد از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شد همچون جشن بین‌المللی. و اما سال 2016 دوباره یک قطار دولت‌ها کوشش کردند که نوروز را به روی خط فرهنگ غیر مادی بشریت ثبت نام کنند و در آنجا کشورهای حوزه نوروز چند مرتبه سرجم شدند و از جمهوری تاجیکستان هم کارشناسان و محققان کوشش کردند که نشان داده باشند که نوروز ما از نوروز دیگر خلقیت‌ها چه فرقی دارد و ما هم باید شامل همین گروه باشیم. و خوشبختانه از سال 2016 نوروز در قطار بین‌المللی شدنش با صاحب سرتیفیکت گردید که تاجیکستان یکی از دولت‌های اعضای حوزه نوروز است و همساله همین کشورها موظف هستند که در یک کشور شکل تنتنوی و بین‌المللی آن را تجلیل نمایند و ما می‌دونیم که در همین طول یک مدتی کوتاه علاقه تاجیکستان تصمیم گرفته بود که سال 2018 نوروز بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و در آن یک قطار کشورها مخصوصا کشورهای حوزه نوروز اشتراک کردند و شکل شکوه شامت یا تنتنوی تجلیل گردیدن این جشن نوروز را از ما آموختند
و иловатан дар бораи шакли байналмилӣ гаштан ва дар замони соҳиби истиқлол эҳё шудани он молакаи маълумотҳои муфид дорем ва ҳамин аст ки бо фароварасии фасли баҳор тамоми шабакаҳои телевизионӣ, радиоҳои тоҷикистон ва иловатан дигар шабакаҳо сомонаҳои интернетӣ ҳам ҳатто таблиғи наврӯзро хуб ба роҳ мемонанд ва ин хуб аст ки мардум аз ҷанбаҳои накушодаи ҷашни наврӯз огоҳ мешаванд. تشکر، سلامت باشید. واقعا هم نوروز و بهار این رمزی میباشند که به یکدیگر وجود داشته نمیتوانند و با ابتکارات حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم بی‌واسطه پیشوای ملت چون که شما قید کرده جهانی شد و ما در منطقه‌های تاجیکستان به واسطه نوروز را با تمام سنت و عنعنه‌هایش وسیع تجلیل میکنیم و ببینید که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عید و دیگر صحنه‌های تاریخی مقرر کرده شده است و برای مردم در وقت معین مناسب چند روز مثلا استراحت داده می شود. این هم به خاطر باز هم پرتر آموختن جشن گرفتن جشن نوروز در تمام منطقه‌های تاجیکستان و پیش از همه چنانکه که در آغاز صحبت شما گفتید متحدی، وحدت، صلح آفری و سرجمعی ملت تاجیک را افاده میکند. وقتی که ما مورد جشن نوروز سخن میکنیم باید که سر زده باشیم مورد بازی‌های نوروزی ورزشی آن، چون که به بازی‌های ورزشی این جشن در یگان منطقه تاجیکستان صورت نمیگیرد. بسیار خوب قید کردید. شما درباره روزهای استراحت مخصوصا در روزهای جشن نوروز که به واسطه مردم باید که با تجلیل جشن نوروز به خرسندی مشغول شوند حرف زدید. ما میدونیم که امروز با تشبث و دستگیری به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون الکی روزهای استراحتی جشن نوروز هم از سال نه کمتر از 4 روز است و این باعث خوشنودی است. این ارج گذاشتن به فرهنگ اصیل خویش است که این رو پیشوای معظم ملت درک میکنند و خوب دستگیری هم میکنند و همین عنعنه‌ها در گذشته هم بود. مثلا در زمان حکومت ساسانیان ما میدونیم که جشن نوروز تجلیل جشن نوروز در 6 روز بود. این ان همون جنبه‌های دیگری داشت که سیرهای نوروزی تشکیل کرده میشدند و امروز هم خوشبختانه الکی برقرار شدند. وابسته به منطقه ما میدونیم که در چند روز باید ما استراحت کنیم چون پهلوانان ما به گشتنگیری میروند، چواندازان ما با بزکشی میروند و این عنعنه‌ای است که باید مردم از دیگر کارها فارغ باشند و رفته تماشا کنند که اونجا شکوه شهامت چگونه تجلیل میگیرد. نوروز 6 روزه به اون خاطر بود که مردم در سیرگاه‌ها باید که چند روز هر کس وابسته به سن و سال طبقه خود نوروز را تجلیل کند. بعد سیرگاه‌ها هم البته آداب خود را داشتند. مثلا در یک گوشه سیرگاه حتما کودکان با بازی‌های کودکانه مشغول می‌شدند، در یک گوشه دیگر باشد دخترکان با بازی‌های دخترانه صحبت و معاشره و بیت برک خود، در یک گوشه دیگر جوانان با بازی‌های سبقت‌های ورزشی مشغول می‌شدند، در گوشه دیگر بانوان به هزل شوخی و دایره‌زنی پختن طعام‌های نوروزی و در گوشه دیگر حتما کلانسالان برای یک سال دیگر آمادگی می‌دیدند با هزل و شوخی که چگونه این سال رو جشن بگیرند و چگونه باید که حاصل کشت رو از این زیادتر کنند. یعنی در گذشته همین روزها همین استراحت‌ها به همین خاطر بود که مردم سرجم شده فکر یک ساله دیگری خود را کنند و این چیزها دوباره احیا گشت و ما به واسطه گفتم می‌توانیم که البته کودکان همه ساله جشن نوروز را به خاطر بازی‌ها منتظر می‌شوند و در آنجا بازی‌ها گوناگون هستند وابسته به سن و سال و باید که آن همان بازی و ورزش‌های سنتی که از قدیم خاصی مردم تاجیک بود و در مرکز اساسی آنها دوستی و رفاقت، برادری، مثلا پروریدن طینت نیک و از جانب دیگر مثلا که به سلامتی کودکان و نورسان بسیار فایده‌آور و منفعت دار بود. باید همین چیزا رو دوباره احیا کنیم، هرچی بیشتر تبلیغ کنیم. خب در گذشته بعضی بازی‌های بودند و امروز هم خوشبختانه در بعضی مناطق هستند که به هم جهتی جهیدن و پریدن، بازی‌های مثلا فکری بودند که ذهن کودک رو بسیار تیز می‌کرد. همین بازی‌ها برای مانده شوند خوب است. مثلا برای کودکان در عرفه جشن نوروز حتما بازی‌های لنگ‌بازی بود، بازی‌های چلیک دنگل بود، خب بازی‌های بندکشک بود. برای کودکان بازی‌های چهارمغز بازی بود که از پس اون می‌دویدند. یعنی بازی‌هایی بود که هم قوای ذهنی و هم قوای عقلانی کودکان رو هرچی بیشتر وسعت می‌بخشید. و برای جوانان هم مثلا کلانسالان فکر می‌کردند که چگونه بازی‌ها باشد که توسط اون پهلوانان دیگه هم معین شوند و مردم همین پهلوانان به خاطر یک سال که تا سال دیگر فرا می‌رسد حتما به تمرین مشغول می‌شدند که آبروی دهه و حتی محل خود رو باید که نافتونده باشند. در اونجا مثلا بازی‌های گوناگون چوگان بازی بود توسط اسب. یعنی این بازی و سبقت‌های ورزشی اصلا از چند جهت منفعت آور بودند. یکم برای تربیت نسل نو است،
دوم به خاطر معین کردن قوی ارادگی و جوسه پهلوانان دیه که برای حفظ مرز و بین وطن آنها آماده می شدند و از همه مهم آنها الوطن به پرورش چند نوع حیوان های خانگی مشغول می شدند که برای آینده بسیار منفعت آور بود و فکر میکنم برای سالهای آینده پژوهش و تحقیق آنها زیادتر شود که مردم از آنها آگاهی پیدا کنند بسیار خوب می شود. تشکر، سلامت باشید. درست قید کردید و نوعهای گوناگونی بازی‌های ملی ورزشی را قید کردید. چنانه که ما و شما آگاه هستیم در جشن نوروز اساساً بازی‌های ملی ورزشی میانی مردم را راه اندازی کرده می شود و باز هم آگاه هستیم که مثلا امروز نمادهای گوناگون ورزش به جمهوری تاجیکستان آمده است، لیکن بیشتر در جشن نوروز توجه کرده می شود به مسابقه های ورزشی ملی از جمله گشتینی ملی، بزکشی و دیگر بازی های نوروزی که شما قید کردید، لنکه بازی و پریدن و جهیدن. این هم باشد پیش از همه برای طرز حیاتی سالم منفعت آور است. برای یک صحبت صمیمی، برای باز هم روشنی انداختن به پهلوهای گوناگون جشن بین المللی نوروز و بیننده عزیز تلویزیون بهارستان به شما اظهار مینتداری میکنیم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و سهم خود را برای روشنی انداختن در این مسائل گذاشتید. و بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با معاون دیرکتوری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات عبدالفتاح امینوف. هر روزتان نوروز بود، نوروزتان فیروز بود. خیر، تا نزدیکترین دیدار سلامت باشید. برنامه صحبت روز